فضای رسانه‌ای پر از اخبار و واکنش هایی که نسبت به اون اخبار وجود داره. افزایش نرخ‌ها، دخالت دولت، عدم دخالت دولت، درخواست برای دخالت دولت، همه اینها در فضای رسانه‌ای ایران دیده میشه. مخصوصا اگه فعال اقتصادی هستید خیلی خوب میدونید که تصمیمات متعددی که در فضای روزمره اقتصاد گرفته میشه ذی‌نفعانی داره و ذی‌ضررانی. اما نکته نگران کننده که باعث شده این ویدیو رو با شما ضبط کنیم و در موردش صحبت کنیم چیه؟ نکته اینجاست که اگر شما در مقام یک تحلیلگر قرار میگیرید، اگر در مقام یک فعال اقتصادی قرار میگیرید و قراره بر اساس واکنشتون نسبت به اخبار، داده‌ها، اتفاقات تصمیم گیری مهمی برای خودتون یا سازمانتون یا شرکتتون یا هر فضای دیگری داشته باشید، این نکته مهمه، این تذکر مهمه که مبادا من و شما دچار تحلیل ذی‌نفعانه بشیم. یکی از بزرگترین و مبتلا بهترین خطاهایی که در فضای اقتصادی وجود داره، علل خصوص تو کشور ما. میبینید خیلی وقتا زمانی که بازار منفیه صدا در میاد که آقا دولت چرا نمیاد حمایت بکنه؟ پس کجاست منابع صندوق توسعه؟ کجاست منابع صندوق ذخیره ارزی؟ بیارید پولا رو بریزید تو بازار، صندوق حمایت داره چیکار میکنه؟ یه روز دیگه وقتی همون دولت در مواجهه با خودروسازا مثلا فرض کنید نرخ‌گذاری انجام میده، شورای رقابت نرخی رو میده که خیلی به مذاق خودروسازا جور در نمیاد و شما سهامدار خودروسازا هستید، میگه چرا دولت داره دخالت میکنه تو اقتصاد؟ اصلا کی ما میخوایم یاد بگیریم که دولت نباید در اقتصاد، فضای اقتصاد دخالت بکنه؟ تا دلتون بخواد از این تصمیمات داریم. در مورد نرخ خوراک داریم، در مورد دخالت تو بازار سرمایه داریم، در مورد یارانه ها داریم، امثال اینها. من با نظرتون، با در واقع گفتگوهایی که در جمع‌های خانوادگی میکنید کاری ندارم. تو اونها هر چی دلتون میخواد قور بزنید، اما بر مبنای اونها مبادا سرمایه گذاری بکنید. خطر تحلیل ذی‌نفعانه اینه که من مرکز دنیا رو حوزه مورد علاقه خودم در نظر بگیرم یا حوزه ذی‌نفع خودم در نظر بگیرم، حوزه‌ای که خودم توش ذی‌نفعم، و این توهم رو پیدا بکنم آرام آرام که انگار تمام دنیا از مجرای این حوزه‌ای که من درش ذی‌نفع هستم و درگیر هستم باید عبور بکنه. فکر بکنم یهو مرکز دنیا بازار سرمایه است، مرکز دنیا بازار طلاست. این خطره. این خطره که شما تصور بکنید بر این مبنا بچینید که پس دولت توجه به بازار سرمایه وقتی میکنم یعنی 85 میلیون نفر منافعشون رو ممکنه در خطر بندازه دولت برای بازار سرمایه، بعد نمیندازه، تحلیل هوا میره، بعد فکر میکنی دولت داره دروغ میگه. نه، شما یکی از ملاک‌های مهم تصمیم گیری و تحلیل برات اینه که شما اتفاقا خودت رو در جایگاه سیاستگزار قرار بدی. کلاه خودت رو به کلاه رئیس جمهور، کلاه خودت رو به کلاه وزیر اقتصاد، با رئیس کل بانک مرکزی جابجا بکنی و خودت رو بذاری جای اون، از منظر اون تلاش بکنی به موارد نگاه، مسائل نگاه بکنی. سال 99 خیلی این حرفو میزدن که رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی با افزایش نرخ بهره باعث شد بازار سرمایه بریزه. دروغ نمیگفتن. اما آقای همتی آیا دشمنی و عنادی با بازار سرمایه داره؟ نه، آقای همتی اولویتش کنترل تورمه و حالا ممکنه این مسیر از مسیر بازار سرمایه هم رد بشه. شما یهو اونجا دیگه توهم تحلیلی نمیزنی، مسیر تحلیلیت رو به مسیر دیگه نمیبری، بعد فکر بکنی تحلیلت در واقع درست بوده ولی رفتارها اشتباه بوده. نه، برای دقیق تر دیدن باید ذی‌نفعانه نگاه نکنیم و از این خطا خودمون رو به دور نگه داریم. سعی کنید در موارد مختلف با یک نگاه جامع نگر به پدیده ها نگاه بکنید، انتظار داشته باشید و در مورد حوزه هایی که در ذی‌نفع هستید برنامه‌ریزی بکنید که چطور در این حوزه ها منافعتون رو به افزایش بشه.